دوستان عزیزم سلام. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. شیدا هستم با آموزش یه شنیون کلاسیک شیک و در این حال بسیار ساده در خدمتتون. برای شروع بغل گوش ها رو به اندازه 4 انگشت جدا میکنیم. در ادامه قسمت تاج سر رو به شکل مثلثی برمیدارم. از دو طرف به سمت داخل موها رو تا میزنم. این انگشتام نگه میدارم تا بتونم قسمت هایی که میخوام حالت خطی داشته باشه رو راحت تر انجام بدم. برای خطی کردنم حجم خیلی نازکی از مو رو توسط 2 انگشت سبابه و شست به سمت بالا و بیرون میکشم. به اندازه‌ای که میخوام نازک کنم این کار رو ادامه میدم. اضافه مو رو شونه میکنم و با کش میبندم. بسته به این که بخوایم شینیون چه حجمی داشته باشه کش دوم رو میبندیم. یعنی شما اگر بخواید شینیون کم حجم تری داشته باشید این فاصله رو کمتر و اگر بخواید شینیون پر حجم تری داشته باشید این فاصله رو بیشتر میگیرید. من اینجا برای مدل حدوداً 20 سانت از مو رو نگه داشتم و باقی رو برای کنترل کردن قسمت بوکلم بافت میزنم. از انتها شروع میکنم به پیچیدن مو به سمت داخل و بوکله رو دقیقاً بالای گردن به شکل نیم دایره از دو طرف با پنس درشت فیکس میکنم. دقت کنید بوکلی که درست کردید ابتدا و انتهای یکسانی داشته باشه تا بتونید نتیجه بهتری بگیرید. تو این مرحله 2 قسمت بغل گوش رو کار میکنم که قسمت چپ باید کاملا به سمت راست بوک و قسمت راست به سمت چپ بوک هدایت بشه. و قسمت پیچی هم که وسط بوک هستش رو توسط موی درشت یا ابزار محکم میکنم که بعدش بتونم لایه لایه کارو با کمک موی تافت حالت بدم و فیکس کنم. دوستانم لازم اینو یادآوری کنم که برای بهتر انجام دادن این شینیون و به ویژه شینیون های خطی کل موها رو با ویو ریز توست میکنیم تا بتونیم عملیات سبکسازی قسمت های خطی رو بهتر انجام بدیم. و بهتره که بعد از توست یه اسپری شاین خیلی سبک روی مو بزنیم. تمام قسمت هایی که میخوایم خطی باشه رو به صورت خطوط یکی در میون فرضی جدا میکنیم. به سمتی که میخوایم میکشیم با موی درشت و تافت فیکس میکنیم. توجه کنید که بعد از فیکس کردن مو اگر نیاز بود که موی استفاده کنید باید موی رو به صورت مماس و موازی با مو توی سر کار بذارید تا در انتها موی ها به صورت کامل مخفی شده باشن.
برای انجام قسمت هایی که میخواین خطی باشه باید لایه های مو رو نازک بگیرید و هرچه به سمت بالاتر میاید نازکتر بشه و اصطلاحاً مو سبکتر بشه. لایه لایه خطوط رو ایجاد کنید و تافت بزنید. دوستان عزیزم، آموزش امروزمون به پایان رسید. خوشحال میشم که لایک کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو واسم کامنت کنید. حتما میخونم، جواب میدم و در ویدیوهای بعدی استفاده میکنم. عذر میخوام اگر یه خورده صدام گرفته بود. در نهایت لطفاً چنل منو سابسکرایب کنید که منم بتونم آموزش های بیشتری رو در اختیارتون بذارم. امیدوارم که مفید بوده باشه واسهتون این آموزش و لذت برده باشید. به خدا میسپارمتون و خدا نگهدار.